هجمارك تقين تون شاما پایتخت سوریه هجاندن و لگورزانیاریان کو او تقین لناف بالفرخانه مزه یا لشکری هاتبون رودان کوته پیشبینی کرن او یک بموشکن اسرائیلی هاتبن انجام دان کوان تقینان عنبارک جبل خانه دناوی بالفرخانه ده جناف بریه و ده انجام ده زیان مادی و جانی رودانه. لگور زانیاریان دسپیکی کنه کمی دو چکدارن اسد دوی بالفرخانه ده انجام اوان تقینا ده هاتنه کشتن و 11 هندی بریندار بونه و او هجمار برف بهتر بونه و دیچه جبر روشن برینداریه ین خراب. تلویزیونا فرمی یا رژیم سوریه جالیه خواه ججه درک لشکری ارمانج کرنا بالفرخانه یا مزه جالیه اسرائیلی و نراست کر و او دنگو زیان لتقینا عنبارک جبل خانیه دناف بالفرخانه جبر شوتک الکتریکه و گراند. بالفرخانه یا مزه یک جمزنترین بالفرخانه لشکریه یا رژیم اسد و تایبته به بالفرن هلیکوپتر ین لشکری. او بالفرخانه هروها خالک سرکی و بنگها ایریشا چکدارن اسد لسر دورن در دور باجار داریایه. هیزن فرقه چاران و استخبارات آسمانی ین کوژی دسپیکا شورش سوریه و ارمانجا تاخن غوطه روجلات و روج آواد کرن جوه بالفرخانه رادبون. بالفرخانه یا مزه وکا گرتیگه و جهکی اشکنجدانه جی دهات بکر آنین وکو گرتیگه ها هری دیار یا رژیم اسد پشتی زندانا تدمر یا لشکری دهات ناس کرن. بالفرخانه یا مزه مینا بوریک هناسدانه یا رژیم اسد لشما پایتخت سوریه و فرقه لشکری و اولهیه و استخباراتان تیدنه مینا استخبارات آسمانی و بروانی آسمانی و نهینی تایبت ین استخبارات آسمانی تیدنه. بالفرخانه یا مزه 5 کیلومتریان جناوند دا باجار دور دکوه و هلیکوپترین لشکری ین رژیم جید فرن.